استاد فتح‌های اسلامی با جنگ آمد. بله. این معنای آن را دارد که اسلام با زوری با شمشیر آمده است. این هم شبهه است که همین شاونیست‌ها بسیار مطرح میکنن. لیکن این بیچاره فرق بین فتح و فرق بین نشر اسلام نمیروند. فتح این مانعه های سیاسی را برطرف کردن است. خیلی که دکتر فیلسوف تاجیک عبدالله در کتاب دینشناسیشون آورده. به معنی اون است که وقتی مسلمانان می آیند و برای یک قوم پیشنهاد میکنن که اسلام بپذیرید یا جزیه بپذیرید یا جنگ، معنیش نیست که شما اگر همین مانعه را برطرف کرده ما می‌داریم اسلام نشر میکنیم با دعوت. لیکن وقتی که اونا میگن که نه ما قبول نداریم این چیزا، نه اسلام قبول داریم نه جزیه قبول داریم، بعد در این حالت میشه جنگ. یعنی وقتی لشکر اسلام اومد، مثلا چه فارس رفت چه روم رفت چه کجایی رفت، وقتی اون مانعه سیاسی رو برطرف کرد دیگه به مردم محلی یعنی که بازوری اسلام تحمیل نکرد، چون اصلا بازوری اسلام قبول نیست. اذیت عقیدوی هم اذیت فقهی هم بینه اسلام اینو درست نیست. اسلام آدمی که بازوری اسلام میاره، چون که اسلام اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است. مادام این تاجیک یا اینکه یگان ایرانی یا یگان رومی و ویزانتی بیاد و به زبانش اقرار کنه که دلش اسلام قبول نکند و قبول نیست اسلامش، عبادتش هم قبول نیست. بنابراین این تهمت یک تهمت خشک و خالی است. غیر از این ما از خاورشناسای غربی مثل کریستنسن، مثل شپیلر و گوستاف لاپان، اونا همه اونا میگن که وقتی که مسلمان‌ها اومدند هیچ وقت اسلام به زوری نشر نکرد، چون که دلیل شیعی دارن. میگن که ایران طول 250-300 سال تا 350 سال بعد مسلمان‌ها اکثریت شدن. یعنی تا بدایت عصر 3 یا 4 اقلیت بودن مسلمان‌ها، در شهرهای کلان اقلیت حساب میشدن. درست از قوی نظامی داشتن این داشتن، لیکن خود همچون مسلمان اقلیت بودن. برای همین این تهمت بیجا هست. هیچ وقت مسلمان‌ها به زوری بار نکردن، تحمیل نکردن. دلیلش هم همین که میگه که کریستیان میگه که در شیراز باید که اهل ذمه لباس معین بپوشن، مثلا اهل ذمه زردشتو اون قانون رعایت نمیکنن، برای اینکه اکثریت بودن اونجا. تا جوش شد میگه که بعضی مسلمان‌ها رو در بازار هم داشته میزدن در شیراز. میگه در همون سال عصرهای میانه‌های عصر 3 یا بدایت عصر 4 این دلیل برام میگه که مسلمان‌ها آزادی داده بودن، آزادی اختیار دین داده بودن. بنابراین این چیزها یعنی که زینه به زینه بعد مردم ایران خودش قانع شده بعد قبول کرد. این مردم ما باید پیشتر قبول کردن. مردم آسیا میانه، مردم خراسان این مرحله گذشتگیش نه. مردم ما به صورت به اقبال در اومدن به این دین. چرا؟ چون که در ما که دین یگانه نبود، برعکس ایران که همه تقریبا اکثریت زردشتی بودن. در ما مثلا دین‌های بودایی بود، زردشتی بود، مانوی بود، ارواح پرستی بود، نیا پرستی بود، خیلی چیزا بود. مردم یعنی گروه تیز به اسلام گرفت. نکته دیگر این است که مسلمان‌ها بعض شهرها رو با صلح فتح کردند. این معنی داره که اونجا به مسلمان‌ها به یراق در اومده گرفتن. درست از جنگ شد. وقتی جنگ شد مثلا اهل سمرقند دیدن که نمیشه، صلح کردن. یکی از بندهای صلح چی بود؟ یعنی که مسلمان‌ها می‌دارن در شهر مسجد می‌سازن. که در اومده قطیبه در شهر مسجد ساخت. و در بخارا هم همین شکل شد. یعنی شهرهایی که بازار فتح می‌شدن اونجا درست مسلمان بازار می‌دارن، لیکن نشر اسلام بازاری نبود. یا صلح کرده می‌دارن، نشر می‌کنن دعوتش، خیلی که در سمرقند شد. یا اینکه بازاری می‌دارن بعد اسلام با راهی دعوت نشر می‌کنن، نه بازاری. دلیلش هم خود این قتیبه است که ما بارها در نوارهای گذشته گفتیم که قتیبه هر کسی که برای نماز جمعه میرفت خیلی بابا جان غفور در تاریخ تاجیکان آوردن 2 درهم میداد براش. خود اون که همین قهرمان ملت در کتابش آورده دلیل برام میکنه که مسلمانان که به زور شمشیر اسلام مجبور نکردن. یعنی کجا از شمشیر زدن و کجا است که برای 2 درهم پول دادن از هر جمعه. یعنی روی تشویق بود برعکس. خلاصه فتح این مانع ها رو برطرف کردن، مانع های سیاسی رو برطرف کردن بود. مسلمان آمدن امپری فلان مثلا ما برطرف کردن، فلان امپری برطرف کردن تا اینکه به مردم همون اسلامی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای عالمیان آوردن همونجا نشر کنن. چون که رسالت اسلام رسالت عالمی است. در قرآن 10 ها آیت دلالت بر این چیز میکند. 10 ها 100 ها حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله است که بشارت و مژده دادن که شما فارس فتح میکنید، شما روم فتح میکنید، شما فلان شهر فتح میکنید، قسطنطنیه فتح میکنید. همه اینا اشاره بود از پیامبر صلی الله علیه و آله به امت که باید که راهی دعوت به اونجا گشاده شود تا اینکه مسلمانان توانند عبادت خود را آشکار و آرامانه و آسایشته پیش برند.